زمانی که ما برای از اونها عمل ثابت بکنیم که ما برای عقیده و ایمان خود از هر چیز خود میگذریم. اول الله است، پس آن محمد صلی الله علیه و سلم است، پس آن روح الهی است، پس آن مادر است. در مسئله سطر و حجاب، در مسئله سطر و حجاب акаҷон подполковники милитсияи одаи Сино 2 مشرف استمزاده دین یک اپای. شهرزاد محمدجانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. فشار مقامات باعث قطع فعالیت‌های ما نمی‌شود. ما سخنرانی را نسبت آنها بس می‌کنم در آن وقتی که در جمهوری تاجیکستان دیسکریمیناسیون دینی نمی‌شود نسبت زنانی که حجاب سر می‌کنند. نسبت برادرایی که ریش دارند. مدهی و قیدگیری در شهر بسارم. من میخوام با همین ریشه که الان شما میبینید شناسنامه بگیرم. میخوام این بعد با این ریش زندگی کنم. همین ریشه که 0.5 سانتی متر هم نیست. میگن که این ریشه باید بگیری. بعد خب من اینجا آمدم تا زمانی که با این ریشه که من دارم هر روز 0.5 سانتی متر نیست شما اجازه ندهید که من شناسنامه پلاستیکی بگیرم. هیچ وقت شناسنامه عوض نمیکنم. همون رقمی که از جان خود میگذاریم، همون رقمی که از مال خود میگذاریم، همون رقم آماده هستیم از همه روابط نزدیک خانوادگی و قومی و نژادی و زبانی بگذاریم. در او جامعه نژاد معیار نیست، در او جامعه زبان معیار نیست، در او جامعه قومیت معیار نیست، در او جامعه سمت و منطقه و کشور معیار نیست. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. افراد محوری و کلیدی جامعه ساخته شده پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلال از حبشه با یک قومیت و نژاد مختلف و با زبان مختلفی، صهیب از روم با یک نژاد و قوم و زبان مختلفی و یک منطقه مختلفی، و سلمان از فارس و ابوبکر از مکه. پایه های اساسی جامعه پیامبر اینایند. زبان اینها را با هم جمع نکرده، چون زبان حبشی با زبان فارسی با زبان عربی و با زبان رومی تفاوت داشت. نژاد اینها را جمع نکرده، چون نژاد هر کدام از اینها متفاوت بود. قومیت اینها را جمع نکرده، چون با اقوام مختلفی وابسته بودند. منطقه اینها را جمع نکرده، چون هر کدامشان از یک نقطه مختلف دنیا بودند. چه چیزی اونها را جمع کرده؟ گفتن لا اله الا الله. و به همین خاطر در میثاق مدینه هم اولین ماده میثاق مدینه به تعبیر قانون اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه ساخت امی بود که مسلمان ها یک امت مستقل و جدای از سایر امت هایند. مسلمان ها یک امت مستقل و جدای از سایر امت هایند. با چه معیار این امت شده؟ با معیار لا اله الا الله. به همین خاطر در جامعه ساخته شده پیامبر هرگاه کسی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، تابعیت تذکره تابعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و سلم را داشت. نیاز نداشت که خود یک پاسپورت ببره و یک تذکره داشته باشه. این نیاز نداشت. گفتن این کلمه برش تذکره تابعیت حکومت اسلامی بود و از همه امتیازات و حقوقی که یک مسلمان داشت این نفر برخوردار میشد ولو از او کنج دنیا می بود. جامعه‌ای که پیامبر ساخت امی معیارش بود. اولین جنگی که بین مسلمان ها و بین مشرکین صورت گرفت، نزدیکترین افراد یک خاندان و یک خانواده با هم جنگیدند. عمر در طرف مسلمان ها بود، برادرش در طرف مشرک میکردن، پایش رد میشد. یعنی در اینمی حالت به خاطر ایمان رسیده بود. وقتی که مصعب تو میگه، او میگه که من برادرت دوستم، مصعب میگه نه تو برادر من نیستی. این جوان انصاری برادر من هست، تو برادرم نیست. چرا؟ مصعب بر مبنای چی میسنجید؟ بر مبنای ایمان میسنجید، بر مبنای عقیده میسنجید، بر مبنای اشتراک در لا اله الا الله میسنجید. و نزدیکترین رابطه نسبی که از یک رحم تولد شده بودن برش اعتبار نداشت. و فرزند ابوبکر بعدها بر ابوبکر میگه وقتی که مسلمان میشه میگه بر ابوبکر رضی الله عنه میگه چند بار در رسم قرار گرفتی خو نزدمت مراد کردم پدرم بودی. ابوبکر میگه قسم به الله هست اگر تو در رسم قرار میگرفتی مراد نمیکردم. اولاد نزدیکترین فرد بر انسان است. نه الله متعال بر من فرزند داد ولی میفهم چقدر شیرین است، چقدر انسان یک رابطه بی نهایت متفاوت، یعنی حسی که انسان با اولاد خود داره حتی با پدر و مادر با خانم با اینا نداره.
یک رابطه قدرتمندتر از این رابطه باید در قلب بنده وجود داشته باشه. او رابطه عقیده هست. خود ابوبکر میگه، یعنی شما فکر نکنین ابوبکر احساس عاطفی انسانی نداشت. ممکن از مکه بیشتر فرزند خود دوست داشت، اما برای فرزند خود میگه وقتی تو به خاطر مخالفت با عقیده در مقابلم قرار گرفته بودی، در تیر رسم قرار میگرفتی، به الله سوگند میزدمت. این سخت‌ترین حالت است که یک نفر باید داشته باشه. عمر رضی الله عنه میگه یا رسول الله، به خاطر این که ما برای مشرکین مکه بفهمانیم که رابطه عقیده و مفاهیم اعتقادی و ایمانی برای ما تا چی اندازه مهم هست، اسرای جنگی را هر کسی را برای نزدیکترین نفرش بده تا گردنش بزنه. عباس کاکای پیامبر در جمع اسرای بدر است. برای پیامبر میگه تو عباس گردن کاکایت بزن که بفهمه دیگر رابطه خویشاوندی برای ما مهم نیست، در حالی که قبل از اسلام اصلی ترین معیار برای تعامل اجتماعی در جامعه مکه همین روابط خویشاوندی بود. مشرکین به خاطر روابط خویشاوندی برایشان قوی‌تر از عقیدهشان بود. اگر با یک نفر در عقیده هم مشترک نبود، خود قوم مشترک بود، از اون نفر حمایت میکرد. ابو طالب از پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر چی حمایت میکرد؟ به خاطر داشتن رابطه قومی. و رابطه قومی پیش ابو طالب قوی‌تر از رابطه اعتقادی بود. به همین خاطر بود که با وجودی که پیامبر با عقیده در عقیده با او اختلاف داشت، اما از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت میکرد. عمر میگه امی معیار اصلی دوران جاهلیت را بشکنیم. و چه زمانی کشتم این معیار مشکنه؟ زمانی که ما برای از اونها عملا ثابت بکنیم که ما برای عقیده و ایمان خود از هر چیز خود میگذاریم. همون رقمی که از جان خود میگذاریم، همون رقمی که از مال خود میگذاریم، همون رقم آماده هستیم از همه روابط نزدیک خانوادگی و قومی و نژادی و زبانی بگذاریم. این وقت است که جامعه واقعی اسلامی میشه. و آیا جوامع امروزی اسلامی همین معیار را دارن؟ هر کدام ما خود ما بیایم بفهمیم، بسنجیم واقعا همین رقم هستیم؟ ما به عنوان یک امت خود یک جسد واحد فکر میکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مسلمان ها مثل یک جسد واحدن. مسلمان ها مثل یک جسد واحدن. هرگاه به یکی از اعضای جسد درد برسه و ناراحتی برسه، کلی اعضا توسط از اون ناراحت میشه. پس ما آیا درد یک برادر فلسطینی مسلمان خود که در زیر چکمه های ظالمانه یهود پارچه پارچه میشه درد میکنیم؟ با وجود خود درک میکنیم؟ اگر درک کردیم پیوند اعتقادی با او داریم، اگر نکردیم امی پیوند یا قطع شده یا بسیار ضعیف است که انتقال داده نمیتونه درد ایمانی یک برادر مسلمان را بر ما. واقعیت قضیه همیست که امی احساس را نداریم. اگر داشته باشیم نتیجه چی میشه؟ امور رقمی که یک نفر سر خود یک نفر مشکلات و سختی ها بیاید، قطعا کوشش میکنه که باید در تلاش حل از او میشه. اگر ما خود به عنوان یک جسد واحد بدانیم، هرگز مصیبت ها و ناراحتی های یک برادر مسلمان خود را در او گوشه دنیا هم نمیتونیم تحمل میکنیم. در حد توان خودش تلاش میکنیم که تا به خاطر حل از او کار بکنیم. وضعیت امروزی امت چی رقم هست؟ گاه وقتا تو به یک مسلمان در او کجا دنیا فقط دعا میکنی، خیلی خاطر ملامت میکنه. همونطور است یا نیست؟ وقتی به یک فلسطینی دعا میکنیم ما را چی مانده به فلسطین، ظاهری گپ به نظر شاید خطرناک نیاید، این نشان دهنده قطع روابط اعتقادی برای یک نفر است و نشان میده که فکر ازی و ایمانیاتی از اینمی بر مبنای ایمان با دیگران رابطه نداره. رابطه ازی بر مبنای قوم و زبان و منطقه و نژاد فلان و فلان هست. و او امتی که زمانی که اینمی رابطه ها را قطع نکرده باشه، امت اسلامی شده نمیتونه. مفهوم امت اسلامی بودن زمان تحقق پیدا میکنه که حقیقتا با همه وجود خود رابطه اعتقادی را با دیگر مسلمان ها احساس بکنیم و امو درد و اونمو احساسی را که یک مسلمان در کنج دنیا داره ما هم در این کنج دنیا داشته باشیم. اگر این را نداشتیم ذلیل میشه، مثل که امروز ذلیل شدیم. و استعمارگرا به خاطر تحقق این هدف خیلی خوب موفق شدن. اول ما را به کشورهای مختلفی تقسیم کردن، نمیفهم 54 یا 56 کشور اسلامی. بعد از اون داخلی کشورها هم ما را به چی تقسیم کردن؟ به منطقه ها تقسیم کردن، منطقه نمیفهم شمال، جنوب و فلان و فلان. در اونجا هم ما را به قومیت تقسیم کردن، اینا پشتونن، تاجیکن، هزاره‌یان، ازبکن. در داخل اقوام هم ما را چی کردن؟ کوچک کردن. در این یک قوم کلان هم اگر ببینین اینا با هم کلش متحد نیستن، نه؟
بین پشتونا برین کلش با هم متحد است. این افهم میگه ما علی زایستم و غلی جایستم و غلی جای این افهم فلان است. باز بین از او هم که برین به اندازه ما را خرد کردن که حتی در روابط نزدیک خانوادگی هم بچهای کاکای خود ما تعبیر عامیانه خود میگیم اینا بچهای اودار ما هستند. یعنی یک نوع مخالفت با اونها وجود داره. نه من افهم دیگه را چی رقم تعبیر میکنم. یک نوع مخالفت به موردی احساس واحد بودن را نمیکنی و متاسفانه بر مبنای اینمی معیارهای جاهلیت عمل میکنی. شاید بهترین نمونه از این وضعیت امروزی بوده باشه به نام نفهم انتخابات فلان مسخره بازی هایی که استعمار سر مردم میکنه، با عقل های مردم بازی کردن. اما مردم های فریب خورده که در اینمی بازی های مسخره اشتراک میکنن بر مبنای چی تصمیم میگیرن؟ آیا چیزی بجز قومیت برشان معیار هست؟ چیزی به نام تقوا را میشناسن؟ چیزی به نام تعهد و ایمانداری و اخلاص فلان فلان درک میکنن؟ خیلی واضح با همه وجود میبینیم که فاسدترین نفر یک قوم در سطح رهبری قرار میگیره و مورد حمایت قرار میگیره. آیا بر خاطر ایمانش است؟ به خاطر اخلاصش است؟ به خاطر تعهدش است؟ نه، فقط و فقط به خاطر ازی هست که با ما در قومیت شریک است. اما ترس یعنی با همه وجود خود نمیبینیم. آدمای خوب ما می رقم هستن. باور بکنید من گاهی وقتا دل آدم میاد به تعبیر عام‌تر که بکفن. آدمایی که سرش امید داری در وقت انتخابات ها میشه میبینی از یک نفر حمایت میکنه. چی گپ است؟ او آدم تقوا داره، ایمانداری داره؟ نه، قومش است. پس هرگاه پیش یک نفری در قلب یک نفری هرگاه قومیت و زبان و نژاد به عنوان یک بت مورد عبادت قرار بگیره، این عبادت است. نه عبادت است که زمانی که برای تو یک مسئله به حد قدرتمند و بزرگ میشه که با او مخالفت کرده نمیتونی. رسول الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا شما ندیدین کسی که هوای نفس خود را عبادت میکنه، اله خود گرفته؟ معنای عبادت هوای نفس چیست؟ معنای عبادت هوای نفس است که با او مخالفت نمیکنی، هر چی که میگه اونم کار انجام میدی. امی عبادت کردن نفس همیست. خیلی ها با هر چیز دیگه مخالفت کرد، مسئله قومیت که میای مخالفت کردن نمیتونه. قومیت برش اله شده و طاغوت شده که مورد عبادتش قرار میگیره. زبان مرقم، نژاد مرقم. و تا زمانی که ما این ارزش های فکری خود دوباره از سر تجدید نظر نکنیم و مفهوم واقعی کلمه لا اله الا الله را درک نکنیم که پیش ما دیگه هوای نفسم اله نباشه، قومیت و زبان و نژادم اله نباشه، اینا را هر کدامش در جایش قرار بدیم، زبان را در حد وسیله افهام و تفهیم بدانیم و نشانی از نشانه های بزرگی و عظمت الله، قومیت را وسیله معرفت بر شناخت بدانیم. اگر اینها را در جایشان قرار دادیم و اینها را در حد خدایی بلند نکردیم، این وقت معیارهای ما جور شده. اما هنگامی که موضع اینها تغییر میکنه، قومیت یک خدا میشه، زبان یک خدا میشه، نژاد یک خدا میشه، منطقه های جغرافیایی یک خدای دیگه میشن و خدایان متعددی را عبادت میکنیم، مفهوم درست لا اله الا الله در زندگی ما مصداق واقعی پیدا نمیکنه. و آیا آنچه که در جامعه خود با همه وجود میبینیم خلاف عزیز؟ حقیقت اینمی جامعه دردناک است که ما داریم. و با وجودی از این اگر ما توقع داشته باشیم الله ما را عزت میده، قطعا در غلطی بسیار واضح و آشکاری هستیم. چون عزت از آن کیست؟ ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن الله هست و از آن پیامبر و از آن مؤمنین و کسانی که بر مبنای ایمان میسنجند. و هر کسی که عزت را در غیر ایمانداری جستجو بکنه چیست؟ بارزترین صفت نفاق است. به همین خاطر الله تبارک و تعالی بعد از این آیت چی میگه؟ ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. کسانی که امی گپ درک نمیکنن، وقتی برش میگی عزت در پیروی از شریعت الله است، عزت در او اتحاد است که بر مبنای ایمان با یک برادر جمع شوی، امی گپ درک نکنه. ولکن المنافقین لا یفقهون. بارزترین صفت نفاق است که نفر نفهمه مفهوم پیوند ایمانی یعنی چی و هر پیوند دیگه برش مقدستر و مهمتر و مستحکمتر بوده باشه. و به همین خاطر هست که اگر مؤمن این مفاهیم درک بکنه و بر مبنای این معیارها عمل بکنه، قطعا وضعیت امت دگرگون میشه. ما به اونمو عزت میرسیم که در صدر اولی امت بوده، ولو اندک باشه، ولو اندک باشه. به همین خاطر الله تبارک و تعالی در قرآن کریم
در خیلی از جاها از عزت مسلمان ها ذکر میکنه با وجود از اینکه کم بودن. شما ببینید تعداد مسلمان ها در اولین غزوه 313 نفر است. بزرگترین عزت را در تاریخ اسلامی رقم میزنند. حالا ما در هر مسجد ما ممکن از 1000 نفر بیشتر باشیم، مسجد خیلی خردترک از کم نیست. مسجدهای بزرگتر در هر کدامش از 1000 نفر بیشتر است. نه چرا عزتمندی نداریم؟ امت اسلامی دومین امت دنیا هست از لحاظ آمار رسمی که حساب بکنیم. بعد از مسیحیت اسلام دومین دین دنیا هست. چرا عزت نداریم؟ دلیلش واضح است. ادعای ایمانداری ما ادعای واقعی و صادقانه نیست. ما لا اله الا الله میگیم اما عملا غیر الله را عبادت میکنیم. قومیت های خود را عبادت میکنیم، زبان خود را عبادت میکنیم. شاید این کلمه ما به نظر بعضی ها تندتر بیاید، اما اگر در حالت عادی و معقول و منصفانه بسنجیم، واقعیت دردناک است که ما امروز به اون مواجه هستیم و زمان دوباره تغییر به وجود می آید که دوباره پس دوباره به اون معیار بر بگردیم که اولین جامعه اسلامی ساخته شده بود. او جامعه چی بود؟ و چی سیبا میگه امام مالک رحمه الله که آخری امت اصلاح نمیشه مگر با آنچه که اولی امت اصلاح شده. و اولی امت اصلاح شده بود به خاطر محوریت داشتن لا اله الا الله و محمد رسول الله و داشتن پیوند مستحکم ایمانی و داشتن معیارهای سالم ایمانی و بر مبنای معیارهای ایمانی زندگی کردن. این راه عزتمندی ما هست. الله تبارک و تعالی برای ما شما توفیق امیر نصیب بکنه که حقیقت ایمان در قلبهای ما جا بگیره و حقیقت ایمان در رفتارهای ما هم تبارز پیدا بکنه و به خاطر معیارهای ایمانی خود زندگی بکنیم و به خاطر معیارهای ایمانی خود بمیریم و الله تبارک و تعالی ما را در مسیر ایمان بمیریم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند.